اجنه در ابتدای خلقتشون دارای یک نژاد و یک طایفه بودن، اما رفته رفته به واسطه اتفاقات رخ داده در طول تاریخ زندگانیشون نژادهای مختلفی از اونها به وجود اومدن و هر کدوم هم در یک کار و تخصص منحصر به فردی شهرت پیدا کردن. امروز به اتفاقی میپردازیم که باعث شد نژادهای مختلف از اجنه به وجود بیاد و بعد در ویدیوهای بعدی به اباجن و الاجانین، پدر و مادر اول جنیان و نژادهای مختلفشون پرداخته و هر کدوم رو جداگانه بهتون معرفی خواهم کرد. پس حتما اگر کانال رو سابسکرایب ندارید همین الان سابش کنید و زنگولش رو هم فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید.